صادق بوقی چطور ترند فضای مجازی شد؟ عمو صادق اصالتا انزلیچی هست و رفیق ممدلی زیتون رو حتما میشناسید. قبل از اینکه صادق بوقی ترند مجازی بشه، ویدیوهای ممدلی کلی وایرال شده بود و بازدیدهای میلیونی گرفته. صادق بوقی لیدر سپیدرود رشت و ممدلی لیدر ملوان بندر انزلی. ترکیب این دو کنار هم چه شود در آینده خواهیم دید. خلاصه یه روز تو بازار رشت صادق بوقی به تعداد یه سری از بلاگرهای اینستاگرام دور هم جمع میشن و یه رقص و آوازی هم با هم میخونن که این مورد توجه مخاطبین قرار میگیره. با هم ببینیم. یه چند روزی میگذره و یه سری اتفاقات تو بازار رشت میفته که باعث میشه پلیس با یه سری از افراد برخورد کنه و صفحات اونا رو ببنده که صفحه صادق بوقی هم یکی از اونها بود. این خبر همه جا پخش میشه و در همین حال و هوا بود که یه ریمیکس از ویدیو صادق بوقی منتشر میشه. تو مجازی چیزی که ترند میشه، خیلی‌ها برای کسب و کارشون و خیلی‌ها برای دابسمش ازش استفاده میکنن که قطعاً میره تو اکسپلور و ویو خوبی بهشون میده. همه اینا دست به دست هم میده که صادق بوقی جهانی بشه. با صادق بوقی حتی تو آفریقا و کشورهای دیگه هم دابسمش ساختن. خلاصه با پیگیری یه سری از دوستان عمو صادق و توضیحاتی که خودش میده، با دستور مقام قضایی صفحش بهش پس داده میشه و میتونه به کار خودش ادامه بده. حالا خبر خوب اینجاست، قرار صادق بوقی و ممدلی تو ورزشگاه سیروس قایقران تو یکی از بازی‌ها کلی انرژی بدن. پس منتظر باشید.